من یه پرواز گرفتم به وین، از وین رفتیم توی براتیسلاوا دوباره، توی براتیسلاوا. بعد منتهای مراتب یک صحبتایی داشتیم با بن، اون موبایل آبی رو بهم داد، اون سری استیکارتای دیگر رو بهم دادن و یه روزش رو رفتیم توی وین. چه اتفاقی توی وین پول رو به من دادن، یک کیف بود که از ایکس ری رد میشه، داخلش مشخص. بله. بعد داخلی کیف رو نگاه کردی چقدر پول توش؟ داخلی کیف نبود، توی همون پاکت صفحه میدونی بهت گفت چقدر؟ بهت گفت 100,000. پرواز که نشست، چک پاسپورت هیچ اشکالی به وجود نیامد و همونطور که یعنی انتظار میرفت اون کیف هم به راحتی از ایکس ری رد شد، یعنی هیچ سوال و مؤاخذه‌ای انجام نشد، یعنی به راحتی این چک ها انجام شد.